سلام، چطورید؟ شما میدونید که من PS2 گرفتم. خب هم الان باز میخوام بخش مختلف بهتون نشون بدم تو و هم صحبت کنیم که چی شد اصلا PS2 داستانش چیه، کجا اومد. با PS1 پلی استیشن اومد وارد دوره کنسول های بازی شد، بعد موفقیت عجیب و غریب باحالی هم گرفت. چرا؟ چون بازی سه بعدی اجرا میکرد و از دیسک استفاده میکرد. گولد کردن بازی ساده تر و سریعتر بود تا کارتریج. گرفت، ترکوند. حالا مسئول سونی نگران بودن، گفتن داداش تا الان هر کسی که اومده کنسول زده دو تا پشت هم موفق نبودن، ما چیکار کنیم این موفق بشه؟ خب انقلاب پشت انقلاب چیکار کرد؟ هم کنسول رو قوی تر کرد، هم بازی های خفن تری داد. اومد قابلیت استفاده از DVD رو آورد توش. در حقیقت سونی با عرضه PS2 داشت ضرر میداد. حالت عادی یه DVD پلیر که اون زمانها خیلی مد بود هولوش 400-500 دلار بود. PS2 رو با قیمت $299 عرضه کردن. شما هم یه کنسول بازی داشتی که گرافیک خیلی خفنی داشت برای اون دوره، هم گاد آف وار رو داشتی، بعد یه گرند توریسمو و فلان بازی، هم یک DVD پلیر داشتی. به نسبت بقیه کنسول‌های همردش خیلی میارزید شما بخری. نصف قیمت یک DVD پلیر رو میدادی، دو تا قابلیت میگرفتی. اینقدر استقبال زیاد بود از PS2 که مثلا توی ژاپن ارزش بلافاصله پیش خودش پر شد. توی آمریکا مثلا هفته 500,000 تا دستگاه، ماهی 500,000 تا دستگاه میفرستادن. خیلی کم اومد، یعنی نگران بودن که نتونن تحویل بدن. چیکار کردن؟ رفتن شرکت هواپیمایی استخدام کردن. داداش این هواپیما رو به ما اجاره بدید، ما نداریم دستگاه تحویل بدیم. یعنی رفتن از ژاپن می آوردن اروپا و آمریکا تحویل میدادن. یه دلیلش بود. دومیش این بود که آقا بازی‌های خوبی ارائه داد. یعنی گاد آف وار رو داشتی، متال گیر سولید رو داشتی، گرند توریسمو 3 رو داشتی، جی تی ای 3 اومد واسش، جلوتر رفتیم بلک بازی‌های فلان. اینجا همچنان سونی داشت بازار رو از نینتندو، اون یکی چی بود اسمش؟ سگا که اصلا رفت برای خودش تموم شد. نینتندو موندو پلی استیشن که میدونید که PS2 پرفروش ترین کنسول تاریخه. فکر کنم الان نزدیک 180 خورده میلیون فروخته، 192 میلیون تقریبا. خیلی فروخته. از خیلی جهات دیگه ترکوند. بعد دیگه مایکروسافت هم گفت اون اومد چرا ما نیم؟ ما ایکس باکس رو زد. من از ایکس باکس پیدا نکردم، ایکس باکس اورجینال پیدا نکردم که بگیرم. خب خلاصه که کنفرانسشون رفتن و کنسول رو عرضه کردن. خیلی عجیب و غریب خوب بود. مثل همه کنسول های بازی پلی استیشن دو تا نسخه داره. یه نسخه عادی داره فت گنده اینی که من گرفتم و یک نسخه کوچیک‌تر که اسلیم باشه. بریم تو ادامه ویدیو من بخشای مختلف رو بهتون نشون بدم. و من دستگاهی که گرفتم هم با فلش کار میکنه، هم دیسک لنز سالمه. من دیسک ها رو میذارم اجرا میکنم. گفتم تو ویدیوهای بعدی میام روی سیستم میارم و با هم بازی خاطر انگیز PS2 رو بازی کنیم. بریم کنسول رو بهتون نشون بدم. خب این چیزی که دارید میبینید PS2 دکمه ریستش که بزنید ریست میشه. یک بار از بزنید دکمه پایینی هم دکمه باز و بسته کردن درایو بشه. لوگوی سونی و این بجی که میچرخید. اولین کنسول تاریخ که میتونستی هم ایستاده بذاری هم خوابیده بذاری. میام چپتر، دو تا اسلات برای مموری کارت داره که اینجاست و ورودی دست خوش. اولین کنسول تاریخ که میتونستی ایستاده هم بذاری خوابیده هم بذاری. اما نکته چی بود؟ این بج میچرخه که ایستاده خواستی بذاری هم درست باشه، خوابیده هم خواستی بذاری باز درست باشه، اونوری میچرخه.
اون موقع که کنسول ها چیز نداشتن، شما برای اینکه از اینا استفاده کنی سیو کنی بازیاتو باید مموری کارت میگرفتی. 8 مگ برای PS2، 1 مگ برای PS1. اون وسط بالایی که میبینید کانکت میشد. یه وسط پایینی رو میبینید چی نوشته؟ Expansion Bay. درسته؟ این بعداً بهش هارد وصل میشد، یه نتورک آداپتری داشت وصل میشد بهش، یه جوری میشد آنلاین بازی کرد. میایم این طرفتر، کلید آن و آفش، دکمه پاورش، درگاه خروجی اپتیکال و AV برای تصویر. این قسمت سریال دستگاه SCI 100 ولت NTSC J فلان. دکمه ریست درایوش، این وسطیه نمیدونم چیه. خب بریم من این رو کجا بود دکمش؟ اینجاست. میزنیم اومد اینجا. حاج اینو باید تلویزیون رو روشن نگم، الان 5 روشن میشه. اینو میزنیم دستگاه روشن میشه. اینو میزنیم وای درایو میاد بیرون. چقدر صدای قشنگی داره. من جلوترش رو ببینید. یه بازی اجرا کنیم بریم چه خبره. قبل اینکه بازی اجرا کنیم اول دسته فیت شد، بعد مموری کارت. خیلی خوب، حالا بریم سراغ اجرای بازی. خب ببینیم حالا چی داریم. من اینجا ببینید چطورید. بازی که گذاشتم بچه‌ها همه باش خاطره دارن. جی اه سوال اومد که یالا نیت فور اسپید آندرگراند 2